افسانه روباه، سنگپشت و مورچه. بود نبود یک روباه بود. روباهی عیار بود، به خوردن تیار بود، طاقت کار نداشت، از مهنت بیزار بود. یک روز از تنهایی زیغ شد و به سر راه برآمد، با سنگپشت و مورچه واخورد. هر سه در باب دوستی صحبت کنان سوی جنگل روان شدند. وقتی که از خدمتجو گذشتند، یک مقدار گندم یافتند که کنار راه ریخته بود. عجب گندمی سره بوده است، گفت مورچه یک دانه‌اش را گفته. کلان کلان پرمغز، اگر همین را به خانه برم تمام زمستون مزه کرده میخورم. ای مورچه، تو شرط دوستی رو ویران کردی کو؟ گفت روباه. ما دوست شدیم، دوستی هر چی که یابم برابر تقسیم میکنن. این گپ درست تصدیق کرد سنگپشت. لیکن این گندم کم. سخنش را ادامه داد روباه. کرایه تقسیم نه، بهتر این که یگان زمین نغز یافته این را اول کاریم، بعد حاصلش را تقسیم کنیم. مورچه و سنگپشت راضی شدند. گندم را گنداشته گرفتند و زمین کابی رفتند و روباه یک تپه راست و بلند را نشان داده گفت: انا زمین نغز و تازه و ملایم، همین جا میکنیم. روباه و سنگپشت گندم را یک سو ماندند، به شودگار زمین سر کردند. یک کمک کار کرده بودند که روباه به پیش تپه نگاه کرده گفت: این تپه به نظرم به بالای زمین ما میافتادگی بارین. اگر غلط تمام مهنتمان برباد میرود. شمایان شودگار کردن گرفتان، من رفته تپه را نگاه داشته میایستم. روباه به مورچه و سنگپشت فرصت دوام دادن نداده تاخته به بالای تپه برآمد و به حضور خور رفت. این دوستم ما رو فریب میدادگی بریم کو؟ گفت سنگپشت عرقی پیشانش را پاک کرده. غم نخور، اگر فریب دهد جزایش را میدیم. آرام کرد مورچه. مورچه و سنگپشت شودگار را تمام کرده دام پشتند، در تردید دمگیری شدند. نغز مهنت کردیم، گفت سنگپشت. مهنت کردیم، رویتش را میبینیم، گفت مورچه. من هم از شویان کمتر مهنت نکردم، گفت روباه. از تپه فرامده آمده. خیریت رفته بودم تپه چپه شده صورت، اگر چارهش را نمیدیدم چپه میشد و همون در تگش میماندیم. کسی یافت نمیشد به حال ما گریه کنند. چنان زور زدم که رگی پایم درد میکنند. چند وقت گذشت، از که زمین نرم گندم نیسته برآمد. مایسه شد. بعد مایسه های گندم قد بالا کردن، خوشه برآوردن، خوشه های دان کرده دام بسته پختن. مورچه و سنگپشت به سر گندمزار آمدند. آنها درویده بستند، خیلمن کردند، کوفتند، ثانی باد داده غلبه کردند و اکنون تقسیم میکردند که از کجای روباه رسته آمد. سلام شریکا، این گندم بسیار نیکو، گفت دومش را بازدارنده روباه. سه تقسیم کنیم، به هر کدامون کم کم میرسد، برکتش میپرد. بهترش یک تومان گریم مانیم. خیر تو که مهنت نکردی، نه برای تو که مهنت نکردی برای من و مورچه همین قدرش هم دعوت کلان. سه عهد دوستی را ویران نکن، اعتراض کرد روباه. بیایید شرط میبندیم، گفت روباه. هر سهمون به تگی ها انا دریخت صده میرویم و از همانجا دویده میآییم. هر کی برد گندم از آنی وای. کسی که پیش اومد همون کس میگیرد. تو میدانی که از ما پیشتر میآیی، این شرطت نمیشود. مورچه طرفداری نکرده گفت: حالا پیشتر آمدنی که معلوم نیست، شرط روباه را قبول کن. مورچه به سنگپشت چشمک زد و بعد از این به روباه به اون طرف روان شدند. هر سه به تگی صدا آمدند. تا آنجا قریب 100 متر بود. تیار شد، گفت روباه. مورچه و سنگپشت به دویدن تیار. یک دو سه دویدیم، گفت روباه. به طرف خیلمن چارخیز زده. مورچه دم نزده به دوم روباه محکم چسبیده گرفت. روباه در یک آن به خیلمن رسید. انا گندم حق حلال من، گفته دومش را بر روی گندم گذاشته قاقا خندید. های روباه، خنده رو بس کن، دومت رو بردار، گفت مورچه. از بالای دومی روباه به بالای گندم فرامده. تو این گندم حق حلال من گفتی. از تو پیشتر من آمده شدم و این گندم از آن من شده. روباه حیران شده: تو چه خیلی از من پیشتر آمدی ها؟ برابر تو تاخته آمدم؟ جواب داد مورچه. باور نمیکنم، گفت روباه جنجال بچه. و بالای جنگجو سنگپشت رسیده آمده گفت: های روباه، جان شنی یا گندم؟ این چه که گفتگی است؟ پرسید روباه در قهر شده. آواز سگ نمیشنی؟ پرسید سنگپشت. دو سگ تازه تو را کافته میآیند. روباه از سگ جدا هم میترسید. گپی سنگپشت را راست گمان کرده به پشتش نگاه نکرده گریخته رفت. مورچه و سنگپشت به حال او خوب خنده گفتند: جزای هیله‌گر همین. بعد گندم را برابر تقسیم کرده به خانه‌هایشان بردند و تمام زمستان مزه کرده خوردند. به مراد و مقصدشان رسیدند. شما هم به مراد و مقصد خود برسید.